سلام. بعد از اینکه نتایج برنامه 4 روزه دیتاکس من رو دیدید، خیلی هاتون درباره‌اش سوال پرسیدید. برای همین گفتم توی این ویدیو براتون کامل توضیح بدم. اصلا چرا دیتاکس برای بدن مهم هست؟ دیتاکس برای بدن دقیقاً مثل خونه تکونی برای خونمونه. همونطور که هر از گاهی خونمون رو تمیز اساسی می‌کنیم، بدنمون هم نیاز داره که یه پاکسازی اساسی انجام بده. بدن ما با گذشت زمان پر از سموم، سلول‌های آسیب دیده و پسمانده‌هایی میشه که مخصوصاً در روده جمع میشن و کامل دفن نمیشن. اینجاست که دیتاکس بهش کمک میکنه خودش رو بازسازی کنه. یه سری نشونه ها هستن که بهت میگه وقت دیتاکسه، مثل چربی و تورم شکم و پهلو، نفخ، ویار شیرینی، ناتوانی در کنترل خوردن غذا، سوخت و ساز پایین، انرژی کم، برین فاگ یا ناتوانی در تمرکز ذهن، خواب بی‌کیفیت و حتی جوش‌های بی‌دلیل پوستی. در موارد پیشرفته‌تر تغییر رنگ پوست یا زبان هم میتونه نشونه باشه. برنامه‌ای که من انجام میدم یه دیتاکس 4 روزه کاملا مغذی هست. تمرکزش روی فاستینگ کنترل شده هست در کنار مصرف مکمل‌هایی که تمام نیازهای بدن رو تامین میکنن. این مکمل‌ها کمک میکنن که گرسنه نشی، ضعف نکنی، انرژیت حفظ بشه و بتونی کاملا روی کارهای روزمرت تمرکز کنی. در این حال از کبد و سیستم گوارشت حمایت میکنن تا بدن بتونه بهترین عملکرد رو در پاکسازی داشته باشه. یکی از اتفاقات جالب در این برنامه اینه که با وجود فاستینگ روده ها کاملا شروع به تخلیه میکنن و این یعنی کاهش نفخ، کوچیک شدن شکم و پهلو، بالا رفتن سطح سوخت و ساز بدن و تعادل بهتر بدن. بعد از این برنامه نه تنها انرژیت بیشتر میشه، بلکه کنترل خیلی بهتری روی غذا خوردن پیدا میکنی، چون این برنامه روی ذهن و اشتها هم تاثیر مثبت داره. و بله، کاهش وزن هم اتفاق میفته به خاطر دفع سموم، پسمانده‌ها و حتی چربی‌های احشایی که دور اندام‌های داخلی مثل کبد، روده و قلب جمع شدن و خیلی سخت از بین میرن. اگه میخوای کنترل وزنت رو به دست بگیری، سالمتر بشی و فرم بدنت رو بهتر کنی، شکم و پهلوات کوچیک‌تر بشه، این برنامه میتونه انتخاب خیلی خوبی برات باشه. برای مشاوره و شروع برنامه میتونی با من در تماس باشی.